سوال دیگری هست. بابای حاجی، اگر از راه پول یابی برای تو حلال است یا حرام؟ برادرای عزیز و گرامی، البته این حالت هم گاه در انسان می شود. هر مبلغی را که شما اگر وقتی که از راه یافتین وای مبلغ شما نیست، شما را در گردنتون شریعت وادار کرده است که همین مبلغ معین نگین. اگر تو مثال 1000 سامانی یافته باشی و در هر جا شرط نیست که گویی من 1000 سامانی یافتم، فقط میگویی برادرای عزیز من یک مقدار مبلغی یافتم. اگر کسی یگان مبلغی را گم کرده باشد بیاید برای من همون نشانهاش بگد، همون چی مقدار است مقدارش معین کند، انشاءالله تو سوما باید که با او کس پرداخت کنی. اگر به شرطی کسی برای سراغ همین نآمد، اگر سالها هم که گذرد، این پول برادر عزیز در دست تو یک مبلغی بگیم نفری بیگانه در دست تو این باقی هست، برای این مبلغی تو نیست. اگر به شرطی که تو کمبغل باشی، بیچاره باشی، ناتوان باشی، در جان خود هم که صرفش کنی حق داری، ولی نیکی روزی که همین پولدار آمد و گوید که همون مبلغی من بود، همون نشانهاش گوید، مقدارش گوید، تو باید پول این آدم باز پس بگردانی. یا اینکه اگر خودت شرایط دار باشی اینا در یگان جو صدقه کنون، ولی پگا اگر همین پولدارها به سری پولشون که آمدن تو ضامنی، تو باید پول اینها را بگردانی. این از قاعده ای از راه پول یافتن. اما یک حالت برادرای عزیز، یک کس ما را در یک محفل سوال کرده بود. بعد وقتی من همین خیل بیان کردم، یک برادر در همون محفل نشسته بود، ای گفت خی همین بابای حاجی همین نیاویش بهتره. من برای چی؟ گفت خیم یک دردی سر بده ای. این مقصد چیزی نبوده است که من از این خوب یعنی راحت کنم یا بگم که خی خدا مرا داد است. گفته با یک طریق شوخی، یعنی یک بگیم امانت بگیم یا یک چیزی که در گردن تو دایم این چیز برادر عزیز باقی میمونه.